همدلی طلایی عنوان پویشی بود که در تهران و برخی شهرهای دیگر شروع شد و حالا به نقاط مختلف کشور رسیده. وقتی ما جبهه مقاومت رو تقویت بکنیم قطعاً ضربه به رژیم صهیونیستیه و داریم با این کارمون به کل انسانیت کمک میکنیم. پویشی که بانوان برای کمک به جبهه مقاومت از طلای خود میگذرند. مانند بانوی تبریزی که خبر آمده بیش از 1 میلیارد تومان طلاهایش را هدیه کرده. کمک کنیم به مردم مظلوم غزه و لبنان. رهبرم جانم فدایتان، امتثال امرتان انجام گردید. و یا خانم دکتر دندانپزشکی در یزد که از جریان اهدای طلا جا نمانده. جهاد اگر قضا شد دیگه امامت باید دست دادی. خانم بابانژاد در گلستان هم با فعالیت مجازی خودش لشکر طلایی 1800 نفره در پیام رسانها به راه انداخته و تاکنون دست کم 4 میلیارد تومان طلا جمع آوری کرده. تصمیم گرفتم که خودم که طلا رو اهدا میکنم به همین اکتفا نکنم، بیام دیگران رو هم تشویق بکنم. در کنار اهدای طلا، پویش دلبافته هم ایده بانوان قزوینی است. ما از اول انقلابم اینطور انجام میدادیم برای رزمندگان خودمون. 8 سال دفاع مقدس. پویشی که با نام همدلی مقاومت در اصفهان هم قرار است در یک ماه 110,000 شال و کلاه آماده شود. میبافم میارم انشاءالله، اینجا تحویل میدیم انشاءالله به یادی امام زمان. حضور این روزهای زنان در پشتیبانی جبهه امروزی حق که شاید این بار باید گفت مردان هم از آنجا نمانده‌اند. مانند آقای قدری 83 ساله که به حرم امام رضا رفت تا 100 میلیون تومان به مردم لبنان و غزه کمک کند. مقام رهبری فرمودند به خدمتی به این مظلومین خب لبنان و یا فلسطین با اون حالی که دارن کمک کنید. بازم اومدم کمک کرد. و یا آقای صبوری نخلدار که تصمیم گرفت همه محصولات امسالش را به مردم لبنان ببخشد. امروز خوشحال کردن هر فردی از مردم غزه خوشنودی خداونده. جریان کمک ایرانیان به مردم مظلوم لبنان و غزه که سن و سال هم ندارد، همچون دختران دبستان قرآنی بینات در قم که بیش از 12 میلیون تومان به صورت نقدی به کودکان لبنان کمک کردند. به غزه‌یا و لبنانیا بگم که تنها نیستن. اسرائیل هیچ کاری نمیتونه بکنه. ما تا پای خونم، تا پای جونمون وای میسیم. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.